قبل از اختراع رادار، هواپیماهای دشمن با استفاده از شناسایی صوتی آکوستیک شناسایی می‌شدند. این روش اگرچه به هیچ عنوان به اندازه یک سیستم راداری قابل اعتماد نبود، اما به هر حال از مشاهده صرف با چشم بهتر عمل می‌کرد. موتورهای هواپیماها صدای زیادی تولید می‌کردند. با کمک دستگاه‌های شنود صوتی میشد صدای آنها را پیش از آن که دیده شوند شنید. به دلیل شکست صوت حتی امکان داشت بتوان هواپیماهایی را که مثلا پشت تپه پنهان بودند نیز شناسایی کرد. برای اولین بار چنین تکنیکی در جنگ جهانی اول در بریتانیا به کار گرفته شد. فرمانده آلفرد راولینسون یک واحد پدافند هوایی را در سواحل شرقی انگلستان فرماندهی می‌کرد و به ابزاری نیاز داشت تا در هوای ابری بتواند زپلین‌ها یا اصطلاحاً کشتی‌های هوایی را شناسایی کند. این تکنیک در نیمه دوم جنگ جهانی اول و ابتدای جنگ جهانی دوم استفاده شد تا اینکه رادار آن را بی‌استفاده کرد. در این میان مدل‌های مختلفی از دستگاه تقویت صدا ساخته شد، اما اصل ماجرا همیشه بر پایه شیپورهای بزرگ یا میکروفون‌ها بود که سیگنال‌های صوتی دریافت شده را از طریق لوله‌ها به گوش سرباز منتقل می‌کردند. در سال 1939 در آلمان نیز دستگاهی برای شناسایی صوتی وجود داشت. این فناوری در آن زمان بسیار پیشرفته بود، درست پیش از آن که رادار آن را منسوخ کند. با این دستگاه میشد هواپیماها را از فاصله 5 تا 12 کیلومتری شناسایی کرد.